همه انبیا خواب میدیدن، همه بزرگان خواب میدیدن. همین رهبر معظم انقلاب فرمودن من خواب دیدم سال 50، قبل از سال 50 گفت خواب دیدم که ما داریم میریم حج با مرحوم امام دوتایی داریم میریم کعبه. یه بار سنگینی میگفت دوش امام بود، ایشون میکشید می آورد. گفت یه جا دیگه ایشون تو وسط راه خوابید، پاشو رو به قبله کرد، گفت من دیگه تا همینجا بیشتر نمیتونم بیام، بقیه رو تو باید بری. گفتم آقا من که نمیتونم این بار به این سنگینی برم زیرش. گفت من کمک میکنم. گفت کمک کرد. اول میگفت من میلرزیدم زیر بار، بعد بار بود دوشم محکم شد. بعد که محکم شد گفت اصلا اینجا دیگه تو برو. گفت خوابو نفهمیدم تا اومدم گفتم تو رهبر شد. گفت تازه فهمیدم سال 50 قبل از 50 اون خوابی که ما دیدیم معنیش چی بود. لهم البشری فی الحیاة الدنیا. چون رسید به ایشون باید بگم رفقا امشب شب امیرالمومنینه، نکنه آقا شب بیای در خونه علی زجه بزنی پشت سر رهبر انقلابم حرف بزنی. بعد آقا بفرماید تو ببین رفیق من برات یه اندازه میگم، این علی که تو الان امشب سینه نشستی اینو در کوفه شهید کردن، تو شام مردم میگفتن علی مگه مسجد میره، هیچ کی باور نمیکنه. هر میگفتم آقا تو مسجد شهید، گفتم ما ول کن علی ال مسجد نبود که تبلیغ میکنن جا میندازن آقا کاری نداره. خودش گفت شب 17 هم دو شب پیش گفت دیگه پیغمبر رو خواب دیدم، گفت انقدر دلم تنگ شده بود، صورتم گذاشتم رو سینه پیغمبر، گفتم یا رسول الله هم من دیگه از این مردم خسته شدم، همین مردم دیگه از من خسته شدن. واقعا مردم هم علی رو نمیخواستن. گفتم بابا این چیه، بره یکی دیگه بیاد یه فرجی برای ما بشه. همش الان من توی خیابونا میرم این مردم میگن این همش میگه آمریکا مثل که میگن این بره زیر خاک رابطه اون با آمریکا درست شه، این نمیذاره این چه میکنه. آقا فرمودن من برم یکی گفت علی جون نفرینشون کن. گفت آقا میفرماید از خواب بلند شدم 2 رکعت نماز خوندم، حالا علی میخواد نفرین کنه. گفت دستامو آوردم بالا، گفتم خدایا منو دیگه از کوفه بگیر. من نمیخوام اینها، من از اینا بگیر، یکی مثل خودشون بیاد به اینا حکومت کنه. رابطه با آمریکا میخوای بگیر؟ بعد تو حسینی هستی؟ والله به خدا حسین به تو یاد داده که اینجور ذلیل بشید در مقابل آمریکا. این خط امام حسین بوده که گفت هیهات من الذله ان الدعی. بابا من میگم یزید بدتر بوده از آمریکا، شما نمره بده آقا. یزید انحرافش بیشتر بوده از کلینتون. ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین. این زنازاده که باباشم زنازاده بود منو بین 2 امر مخیر کرد، بین الذلة و الذلة، بین شهادت و ذلت. هیهات من الذلة. این مال امام حسین است. بعد فرمودن مردم انصاف بدین، خوب گوش بده گریه داره. فرمودن مردم انصاف بدین، اون پستانهایی که من ازش شیر مکیدم ذلت رو نمیپذیره. او من پسر فاطمه‌ام. آخه شما میخواید منو بیارید من دست یزید رو ببوسم؟ اون پستانهایی که من ازش شیر مکیدم ذلت رو نمیپذیره. من نمیتونم زیر کار ذلت برم. این تو حسینی هستی، تو میگی آمریکا. من توی خیابونا میرم خدا شاهده میگن آقا اینم که فقط یه چیز یاد گرفته، هی آمریکا میگن این بره کنار با آمریکا رابطمون درست شد. بخاطر خود آقا فرمودن که منو از اینا بگیر. خدا شاهد آقا یه پدر شهیدی از بچه‌های بیت بود برای من تعریف کرد، من خیلی دلم سوخت. گفت رهبر معظم انقلاب وقتی بوشهر تشریف بردن رفتن خونه یه پدر شهید، پدر 3 شهید 4 شهید این یادم رفته یا 5 شهید، تو همین دبیرستان خودمون برای من تعریف کرد، یا شاید 5 شهید. گفت وقتی وارد شد رهبر معظم انقلاب اون پیرمرد اومد آقا رو بغل کرد و اینا. گفت آقا جان از این دعایی که دیشب کردی توبه کن. آقا میگه همینجوری موند. گفت چطور مگه؟ گفت دیشب زین العابدین رو خواب دیدم، فرمودن فردا پسر ما میاد خونه شما. گفت قبل از اینکه بیای من میدونستم میای.
بهش بگو که از این دعایی که دیشب میکرد توبه کنه. که آقا گریه کرده، فهمیدم خدا خیر کنه. که اومد این بر ازش پرسیدیم، گفت دیشب دعا کردم خدای مرگ منو برسون. نمیذارد آقا این همه تو به رهبرت فشار بیاری که نتونه موضع بگیره. توجه میکنی چی میگم؟ نتونه موضع گیری کنه. و من خودم خدا شده از بچه‌های سپاه شنیدم، اینجا دیگه خصوصی عرض میکنم، گفت رفتیم خدمت ایشون گفتیم آقا چرا شما موضع نمیگیری؟ آقا فرمودم من تنهام، کسی با هم نیست. بعدم هممون بگیم آقا ما حسینی هستی، تو حسینی هستی. حسین اینجوری تنهامون کربلا. گفتن اگه میخوای بری شهید چی، خودت با بچه‌های خودت برو. بچه‌های ما رو کار رسید خودش با 40 نفر آدم اومدن کربلا درست کردن.